به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز. امروز در خدمت شما هستیم با روش‌های اندازه‌گیری فشار. ممنون که همراه ما هستید. اندازه‌گیری فشار کاربردهای فراوانی داره و توی کلیه فرآیندهای صنعتی و بسیاری از تجهیزات مورد نیاز هستش که قراره توی این فیلم آموزشی روش‌های اندازه‌گیری فشار رو به طور مفصل بررسی کنیم. هنگامی که یک سیال در مجاورت یک سطح قرار بگیرد، به دلیل حرکت مولکول‌های سیال و برخورد آنها با سطح، نیروی بر سطح وارد می‌شود. مؤلفه عمودی این نیرو در واحد سطح را فشار می‌نامند. اگر مؤلفه عمودی نیرو برابر با F و مساحت سطح برابر با A باشد، فشار وارد بر سطح یعنی P از رابطه P برابر است با F بر روی A به دست می‌آید. واحدهای فشار به 3 دسته تقسیم میشن. 1. واحدهایی که بر اساس تعریف فشار به دست اومدن، مثل نیوتن بر متر مربع یا پاسکال در سیستم SI و پوند بر اینچ مربع یا PSI در سیستم انگلیسی. 2. واحدهایی که بر اساس ارتفاع یک مایع تعریف میشوند، مثل میلیمتر جیوه در سیستم SI و فوت آب در سیستم انگلیسی. 3. واحدهایی که بر اساس فشار جو به دست آمده‌اند، مانند اتمسفر و بار. 1 پاسکال فشار ناشی از نیروی 1 نیوتنی بر سطحی با مساحت 1 متر مربع است. 1 PSI برابر است با فشار ناشی از 1 پوند نیرو به سطحی با مساحت 1 اینچ مربع. 1 بار معادل 100 کیلو پاسکال و تقریباً برابر با فشار اتمسفر است. 1 میلیمتر جیوه فشار ناشی از ستون جیوه به ارتفاع 1 میلیمتر است. 1 تور برابر 1/760 فشار اتمسفر یا 1 میلیمتر جیوه است و بالاخره 1 اتمسفر برابر با فشار ناشی از ستون جیوه به ارتفاع 760 میلیمتر است که معادل با میانگین فشار هوا در سطح آبهای آزاد می باشد. هر اتمسفر برابر 101325 پاسکال است. در یک ظرف استوانه شکل با سطح مقطع آ، مایعی با چگالی رو به ارتفاع h وجود دارد. فشار مایع بر کف ظرف برابر با وزن مایع تقسیم بر سطح کف ظرف است. وزن مایع برابر با جرم ضرب در شتاب جاذبه‌ای است. جرم مایع نیز برابر با چگالی مایع ضرب در حجم آن می باشد. حجم مایع نیز برابر با سطح مقطع ظرف ضرب در ارتفاع مایع است. پس فشار برابر است با چگالی مایع ضرب در شتاب جاذبه‌ای در ارتفاع مایع. این رابطه به نام فشار ستون سیال معروف است. از این رابطه میتوان نتیجه گرفت که در دمای ثابت فشار سیال در هر نقطه فقط تابع ارتفاع سیار در بالای آن نقطه است. در گازها به علت کوچک بودن چگالی آنها، فشار ستون گاز معمولاً مقداری ناچیز و قابل اغماض است. فشار در هر نقطه از یک گاز ساکن ناشی از تعداد ضرباتی است که مولکول‌های گاز در آن نقطه به واحد سطح اعمال می‌کنند. هر عاملی مانند افزایش دما، کاهش حجم یا افزایش تعداد مولکول‌های گاز موجب افزایش فشار گاز خواهد شد، زیرا این عوامل باعث افزایش سرعت یا افزایش تعداد مولکول‌ها در واحد حجم می‌شوند و شدت یا تعداد ضربات مولکول‌ها بیشتر می‌شود و فشار گاز افزایش پیدا می‌کند. در جو زمین به علت ارتفاع بسیار زیاد ستون هوا، علیرغم کوچک بودن چگالی هوا، فشار زیادی بر سطح زمین وارد می شود. در سطح دریا، جرم هوای موجود بر روی 1 متر مربع از ستون زمین حدود 10200 کیلوگرم است. پس وزن آن حدود 100,000 نیوتن می شود و فشار برابر با 100 کیلو نیوتن بر متر مربع یا 100 کیلو پاسکال بر سطح زمین اعمال می کند. این فشار معادل 760 میلیمتر جیوه یا 1 اتمسفر است. این فشار استاندارد جو یا فشار اتمسفریک نامیده می شود. با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار جو به تدریج کاهش می یابد و در انتهای جو به صفر می رسد که آن را خلا می نامند. لازم به ذکر است که با افزایش ارتفاع چگالی هوا نیز کاهش می یابد. به همین دلیل ارتفاع جو بسیار زیادتر از حالتی است که چگالی هوا ثابت باشد. فشار جو توسط وسیله‌ای به نام بارومتر اندازه‌گیری می‌شود. ساده ترین نوع بارومتر شامل یک لوله شیشه‌ای بلند است که یک سر آن بسته است و توسط جیوه پر شده است. این لوله درون ظرفی که مقداری جیوه در آن است وارونه می‌شود.
به طوری که هیچ هوایی وارد آن نشود. در این حالت مقداری از جیوه از سر باز لوله خارج می شود و یک فضای خالی در بالای لوله که سر آن بسته است تشکیل می شود که فشار آن نزدیک به صفر است و با بخار جیوه پر شده. در این حالت فشار ستون جیوه با فشار جو برابر است و این ستون در ارتفاع معینی ثابت می ماند. اگر بارومتر در سطح دریا باشد، ارتفاع ستون جیوه برابر با 760 میلیمتر خواهد بود که همان فشار استاندارد جو است. اما اگر در ارتفاع بالاتر از سطح دریا باشد، ارتفاع ستون جیوه کمتر می شود و فشار جو کمتر از 760 میلیمتر جیوه خواهد بود. بارومترهای جیوه مدت‌های طولانی جهت اندازه‌گیری فشار جو بر حسب میلیمتر جیوه استفاده می‌شدند، اما بعدها بارومترهای عقربه‌ای ساخته شد و امروزه بارومترهای دیجیتالی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. فشار یک سامان به دو صورت فشار نسبی یا فشار مطلق ممکن است بیان گردد. مرجع تعریف شده برای اندازه‌گیری فشار مطلق خلأ کامل است که در آن فشار مطلق برابر صفر است. به عبارت دیگر اگر مقدار فشار را نسبت به فشار صفر مطلق بیان کنیم، فشار مطلق نامیده می شود. اما اگر مقدار فشار نسبت به فشار جو یا فشار محیط اندازه‌گیری شود، آن را فشار نسبی می نامند. در فشار نسبی فشار صفر همان فشار محیط است. فشار نسبی اختلاف بین فشار مطلق و فشار جو است. فشار نسبی ممکن است بیشتر یا کمتر از فشار محیط باشد. معمولاً فشارهای کمتر از فشار محیط را فشار خلا می نامند و مقدار آنها منفی است. فشار نسبی که فشار گیج نیز نامیده می شود متداول ترین روش اندازه‌گیری فشار است و اکثر فشار سنج‌های موجود فشار نسبی را اندازه‌گیری می کنند، اما در محاسبات مهندسی معمولاً از فشار مطلق استفاده می شود. در این صورت برای محاسبه فشار مطلق کافی است فشار محیط توسط بارومتر خوانده شود و مقدار آن به مقدار فشار نسبی افزوده شود. به طور کلی برای اندازه‌گیری فشار دو روش وجود دارد: مستقیم و غیر مستقیم. در روش مستقیم برای محاسبه مقدار فشار از معادلات اساسی فشار استفاده می شود و با اندازه‌گیری مستقیم متغیرهای موجود در این معادلات فشار محاسبه می گردد. مثلا با اندازه‌گیری مقدار نیروی وارد بر یک سطح و مساحت آن، فشار از رابطه P برابر است با F بر روی A به دست می آید. و یا با اندازه‌گیری ارتفاع ستون یک مایع و داشتن چگالی مایع می توان از رابطه P برابر است با رو جی H فشار را به دست آورد. در روش غیر مستقیم مقدار فشار از انحراف در یک ماده انعطاف پذیر یا تغییر در خواص نوری، الکتریکی و یا شیمیایی سامانه به دست می آید. مثلا استفاده از یک پوسته نازک که سطح آن با تغییر فشار جابجا می شود و یا استفاده از موادی که مقاومت الکتریکی آنها با تغییر فشار تغییر می کند. فشارسنج پیستونی ساده ترین نوع فشارسنج است که به روش مستقیم فشار را از معادله P برابر است با F بر روی A معین می کنند. این فشارسنج ها معمولا از یک سیلندر و پیستون و یک فنر و یک صفحه مندرج تشکیل شده‌اند. یک طرف پیستون متصل به محیطی است که باید فشار آن اندازه‌گیری شود. در سر دیگر پیستون یک فنر در فاصله بین سر پیستون و سیلندر قرار دارد که در مقابل نیروی فشار مقاومت می کند. اگر بر اثر افزایش فشار در داخل سیلندر پیستون به اندازه X جابجا شود، نیروی وارد بر فنر برابر KX است که مقدار ثابت فنر معلوم است و نیروی F به دست می آید. با تقسیم این نیرو بر A سطح مقطع پیستون فشار به دست می آید. در مانومترها از تغییر ارتفاع ستون مایع برای اندازه‌گیری فشار استفاده می شود که یک روش مستقیم اندازه‌گیری است. چنانکه گفته شد فشار در یک ستون مایع برابر است با حاصل ضرب رو جی اچ. بنابراین تغییر ارتفاع میزان دلتا اچ برابر است با دلتا پی بر روی رو جی. در نتیجه اختلاف فشار بین دو محیط متناسب است با اختلاف ارتفاع دو ستون مایع متصل به آن دو محیط. بر این اساس دستگاهی ساخته شده که مانومتر نامیده می شود. مانومترها معمولاً از یک لوله یو شکل از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف تشکیل شدند که در آن مقداری از یک مایع مانند جیوه، آب یا الکل وجود دارد. برای اختلاف فشارهای اندک از آب یا الکل و برای اختلاف فشارهای زیاد از جیوه استفاده می شود. اگر دو سر لوله به دو محیط با فشارهای متفاوت متصل باشد،
بین ستونهای مایع در دو لوله اختلاف ارتفاع ایجاد می شود که با اندازه‌گیری آن اختلاف فشار دو محیط به دست می آید. برای اندازه‌گیری فشار نسبی داخل یک مخزن، یک سر مانومتر را به مخزن متصل می‌کنیم و سر دیگر آن به محیط راه دارد. اختلاف ارتفاع دو ستون مایع یعنی H متناسب با اختلاف فشار بین مخزن و محیط است که همان فشار نسبی مخزن است. پس فشار نسبی مخزن برابر است با رو جی اچ و فشار مطلق آن برابر است با فشار اتمسفر به علاوه رو جی اچ. باید توجه داشت که قطر لوله اثری بر ارتفاع تفاضلی H و فشار سیال ندارد. البته قطر لوله نباید خیلی کوچک باشد تا اثر کشش سطحی ناچیز باشد و باعث تغییر ارتفاع مایع نشود. اگر یکی از دو سر مانومتر بسته باشد و هیچ هوایی هم در آن نباشد، فشار در آن سر تقریباً صفر می شود و فشار سر دیگر نسبت به خلا اندازه گیری می شود. در این حالت مانومتر به یک فشارسنج مطلق تبدیل می شود. پیزومترها نوع ساده‌ای از مانومترها هستند که در آن به جای لوله یو شکل از یک لوله مستقیم استفاده می شود. مایع درون پیزومترها همان مایع است که فشار آن اندازه گیری می شود. مقداری از مایع درون مخزن یا لوله به پیزومتر وارد می شود و تا ارتفاع در آن بالا می رود. این ارتفاع متناسب با فشار مایع نسبت به محیط است. به منظور افزایش دقت یک پیزومتر می توان از لوله مورب استفاده کرد. در این حالت طول ستون مایع درون لوله نسبت به حالت لوله عمودی بیشتر است و با دقت بیشتری می تواند خوانده شود. مطابق شکل H برابر است با L در تانژانت تتا که L خیلی بزرگتر از H است. یکی از کاربردهای مانومتر اندازه‌گیری افت فشار بین دو نقطه از جریان سیال است. علاوه بر افت استحکاکی جریان، وجود اتصالات مختلف مانند شیر، سراحی و زانویی باعث افت فشار می شود. با اتصال دو سر یک مانومتر به دو طرف اتصال یا دو سر لوله می توان افت فشار را اندازه‌گیری کرد. سیال داخل لوله می تواند مایع یا گاز با چگالی رو 1 باشد. اگر چگالی مایع داخل مانومتر هم رو 2 باشد، طبق شکل افت فشار برابر است با رو 2 منهای رو 1 در جی اچ. اگر سیال عبولی از داخل لوله گاز باشد، افت فشار برابر رو 2 جی اچ می شود. فشار سنج مکلود در واقع نوعی مانومتر یو شکل است که برای اندازه‌گیری فشارهای کم با دقت زیاد به کار می رود. مطابق شکل انتهای مانومتر یعنی لوله سمت چپ بسته است و انتهای دیگر یعنی لوله سمت راست به منبع فشار وصل می شود. قسمت پایین مانومتر توسط یک لوله به یک مخزن جیوه متصل است که بر روی سطح جیوه یک پیستون قرار می گیرد. در ابتدا با بالا کشیدن پیستون سطح جیوه در لوله های مانومتر پایین می آید تا اینکه کل قسمت یو شکل خالی شود. در این حالت فشار در کل این قسمت یکسان می شود که برابر با فشار مورد اندازه‌گیری یعنی پی یو است. سپس پیستون به سمت پایین رانده می شود تا سطح جیوه در لوله ها بالا رود و از محل تقاطع سلوله عبور کند. به محض بسته شدن این محل فشار در لوله سمت چپ برابر با پی یو و حجم گاز موجود در آن برابر وی یو است که این حجم معلوم است. با ادامه حرکت پیستون گاز در لوله سمت چپ متراکم می شود، فشار افزایش و حجم کاهش می یابد. این فرایند آنقدر ادامه می یابد تا سطح جیوه در لوله سمت راست به درجه 0 برسد. در این حالت ارتفاع بالای سطح جیوه در ستون سمت چپ اندازه گیری می شود. اگر این ارتفاع برابر H باشد و سطح مقطع لوله A باشد، حجم گاز متراکم برابر VC برابر است با H در A. با فرض ثابت ماندن دمای گاز داریم PU در VU برابر است با PSC VSC. فشار گاز متراکم از رابطه PSC برابر است با PU به علاوه رو جی اچ پریم به دست می آید که در آن اچ پریم اختلاف فشار بین دو ستون جیوه است. پس فشار مجهول از رابطه PU برابر است با PSC VSC بر روی VU به دست می آید. فشارسنج لوله بردان یا فشارسنج بردان یک فشارسنج مکانیکی است که به روش غیر مستقیم و با استفاده از یک عنصر انعطاف پذیر فشار را اندازه‌گیری می‌کند. در این فشارسنج عنصر انعطاف پذیر لوله بردان است. لوله بردان یک لوله انعطاف پذیر با سطح مقطع بیضوی است که دارای یک انحناء است. یک سر لوله در نقطه ثابت و سر دیگر آن که بسته است آزاد است.
هنگامی که انتهای ثابت این لوله در معرض فشار قرار می‌گیرد، سطح مقطع لوله به دایره نزدیکتر می‌شود. پس انحلای لوله تغییر می‌کند و در نتیجه جابجایی اندکی در انتهای آزاد لوله رخ می‌دهد. این جابجایی اندک با کمک یک مکانیزم به یک عقربه منتقل شده. عقربه حول محورش دوران می‌کند و مقدار فشار را بر روی یک صفحه مندرج نشان می‌دهد. سه نوع متداول از لوله‌های بردان که در اینجا قابل مشاهده است عبارتند از لوله‌های سی شکل، لوله‌های حلزونی و لوله‌های مارپیچ. ماکسیموم جابجایی ممکن در انتهای طول آزاد لوله و انحنای کمان لوله متناسب است. پس برای لوله بردان سی شکل میزان جابجایی سل لوله محدود و برای فشارهای بیشتر و دقت‌های کمتر مناسب است. در کاربردهایی که فشار کمتر است و به دقت بیشتری برای اندازه‌گیری نیاز داریم، از لوله‌های حلزونی و مارپیچ استفاده می‌شود. مزیت دیگر لوله‌های حلزونی و مارپیچ نسبت به نوع سی شکل نیاز آنها به فضای کوچکتر است، اما قیمت تمام شده این فشارسنج‌ها بیشتر می‌باشد. در برخی از فشارسنج‌های بردان جدید به جای عقربه از نمایشگر دیجیتال استفاده می‌شود. در این فشارسنج‌ها تغییر مکان سر لوله بردان باید به کمیت الکتریکی تبدیل شود. این امر استفاده از قطعات و اجزای اضافه و افزایش هزینه را به دنبال دارد و میزان خطا را افزایش می‌دهد. به همین دلیل این نوع فشارسنج‌ها کاربرد زیادی ندارند. فشارسنج دیافراگمی یک فشارسنج مکانیکی است که به روش غیر مستقیم و با استفاده از یک عنصر انعطاف پذیر فشار را اندازه‌گیری می‌کند. عنصر انعطاف پذیر در این فشارسنج یک غشای دایره نازک به نام دیافراگم است. هنگام اعمال فشار، دیافراگم از موقعیت اولیه منحرف می‌شود. این انحراف توسط میله‌های ارتباطی به مکانیزم متصل به عقربه منتقل می‌شود و عقربه بر روی صفحه مندرج دوران می‌کند و مقدار فشار را نمایش می‌دهد. رابطه انحراف دیافراگم با فشار باید خطی باشد. معمولاً دیافراگم بین یک جفت فلنج بسته شود. یک طرف فلنج به فشار سنج متصل است و طرف دیگر آن به لوله قابل اتصال به منبع فشار متصل است. جنس دیافراگم ممکن است از پلاستیک، آلیاژهای فلزی، فولاد ضد زنگ یا سرامیک انتخاب شود. دیافراگم‌های پلاستیکی ارزان‌ترین و دیافراگم‌های فلزی دقیق‌ترین دیافراگم‌ها هستند. در دماهای بالا یا محیط‌های خورنده از فولاد ضد زنگ استفاده می‌شود. دیافراگم‌های سرامیکی هم در برابر اسیدها و بازهای قوی بسیار مقاوم هستند. دیافراگم‌های فلزی در دو نوع صاف و موجدار موجودند. در صنعت بیشتر از دیافراگم‌های فلزی موجدار استفاده می‌شود. محیط دیافراگم ممکن است به قطعه نگهدارنده جوش داده شود و یا بین یک جفت فلنج بسته شود. دیافراگم جوش داده شده در کاربردهایی که نشتی گاز خطرناک است استفاده می شود. در فشارسنج‌های برقی فشار توسط یک حسگر مستقیما به یک کمیت الکتریکی مانند ولتاژ و یا شدت جریان تبدیل می شود. این باعث صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها نسبت به فشارسنج‌های مکانیکی می شود و دقت اندازه‌گیری نیز افزایش می یابد. در حسگر تغییر فشار به تغییر مقاومت الکتریکی یک مقاومت و یا تغییر ظرفیت یک خازن تبدیل می شود که منجر به تغییر شدت جریان یا ولتاژ می شود. این تغییرات توسط آمپرمتر یا ولتمتر اندازه‌گیری می شود که مقدار آن پس از تبدیل به یک واحد فشار بر روی یک نمایشگر دیجیتال نشان داده می شود. دیافراگم یکی از انواع حسگرهای فشاری الاستیک است. جابجایی دیافراگم در فشارسنج‌های برقی بیشتر توسط کرنش سنج اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً 4 عدد کرنش سنج با پیکربندی مدار پل به کار می‌روند که بر روی سطح دیافراگم چسبانده می‌شوند. با کشیده شدن یا آزاد شدن سطح دیافراگم، سیم‌های نازک موجود در مدار کشیده یا آزاد شده، مقاومت مدار افزایش یا کاهش می‌یابد. ولتاژ خروجی این پل تابعی از تغییر مقاومت ناشی از کرنش دیافراگم است. با اندازه‌گیری این ولتاژ و نمایش آن بر حسب واحد فشار بر روی یک نمایشگر دیجیتال مقدار فشار خوانده می‌شود. فشارسنج‌های خازنی معمولاً در اندازه‌گیری فشارهای پایین خلا به کار می‌روند. سنسور فشار در فشارسنج‌های خازنی نیز از نوع دیافراگمی است. دیافراگم در اینجا در واقع یکی از دو سطح خازن است و سطح دوم یک صفحه فلزی ثابت است. جابجایی دیافراگم باعث تغییر ظرفیت خازن می شود و با اندازه‌گیری ظرفیت خازن مقدار فشار تعیین می شود. ظرفیت خازن طبق رابطه زیر با فاصله بین دو صفحه خازن نسبت عکس دارد. C برابر است با K در A به روی D.
با افزایش فشار سطح دیافراگم به سطح دوم خازن متمایل می شود و فاصله بین دو صفحه کاهش می یابد. پس ظرفیت خازن بیشتر می شود. فشارسنج فانوسی از یک قطعه شبیه به دمنده فانوسی تشکیل شده که با افزایش فشار باز و با کاهش آن جمع می شود. این قطعه به یک فنر متصل است که در مقابل باز شدن مقاومت می کند و با کاهش فشار فانوسی را جمع می کند. فانوسی توسط یک میله رابط به عقربه متصل است که مقدار فشار را بر روی یک صفحه مندرج نمایش می دهد. فشارسنج‌های فانوسی برقی برای اندازه‌گیری فشارهای خیلی زیاد استفاده می‌شوند و بر اساس وابستگی مقاومت الکتریکی به فشار کار می‌کنند. در برخی از مواد مانند آلیاژ طلا و کروم یا مانگانین، مقاومت الکتریکی تابع خطی از فشار است. در فشارسنج‌های فانوسی برقی سیم پیچی ساخته شده از سیمی با این جنس درون یک فانوسی قرار گرفته است. فانوسی از نفت پر شده و کاملا آب بندی شده است. فشار وارد شده به یک سمت فانوسی باعث افزایش فشار مایع درون آن می شود و در نتیجه مقاومت سیم پیچ تغییر می کند. تغییر مقاومت باعث تغییر شدت جریان عبوری از سیم پیچ می شود و با اندازه‌گیری شدت جریان مقدار فشار بر روی نمایشگر دیجیتال نشان داده می شود. فشارسنج‌های ترموکوبل برای اندازه‌گیری فشارهای خیلی کم به کار می‌روند و بر اساس وابستگی هدایت حرارتی گازها به فشار کار می‌کنند. در فشارهای پایین طبق نظریه جنبشی گازها رابطه بین فشار و هدایت حرارتی گاز خطی است. از این رو اندازه‌گیری هدایت گرمایی منجر به دستیابی به شاخصی برای اندازه‌گیری فشار می‌شود. در این دستگاه یک نوار باریک فلزی داغ در وسط یک محفظه شیشه‌ای قرار گرفته که دمای آن همان دمای محیط است و سطح سرد محسوب می شود. با عبور جریان از نوار فلزی دمای آن بالا رفته و توسط یک ترموکوبل اندازه‌گیری می شود. دمای اندازه‌گیری شده به میزان هدایت گرمایی گاز درون محفظه بستگی دارد که آن هم تابع از فشار گاز است. پس از محاسبه فشار بر اساس دمای اندازه‌گیری شده، خطای این فشار به دلیل انتقال گرمای تابشی است. اما چون مقدار این خطا ثابت است و به فشار وابسته نیست، میتوان مقدار آن را محاسبه کرد و مقدار اندازه‌گیری شده را تصحیح نمود. ساختار فشارسنج ترمیستور کاملا مشابه فشارسنج ترموکوبل است، ولی در این فشارسنج برای اندازه‌گیری دمای نوار داغ به جای ترموکوبل از ترمیستور استفاده می شود. ترمیستور یک مقاومت الکتریکی است که مقدار آن به شدت تابع دماست، لذا برای اندازه‌گیری دما مورد استفاده قرار می‌گیرد. فشارسنج پیرانی مشابه فشارسنج ترموکوبل برای اندازه‌گیری فشارهای خیلی کم به کار می‌رود و بر اساس وابستگی هدایت حرارتی گاز به فشار کار می‌کند. با این تفاوت که در فشارسنج پیرانی از ترموکوبل استفاده نمی‌شود. در این فشارسنج از یک مدار پل با 4 مقاومت استفاده می‌شود. یکی از این مقاومت‌ها در وسط یک لوله حاوی گاز قرار دارد که لوله به منبع اندازه‌گیری فشار متصل است. سایر مقاومت‌ها در محیط تقریباً خلا قرار دارند. با عبور جریان از مدار مقاومت داخل لوله گرم می‌شود و از طریق هدایت حرارت به جدار لوله منتقل می‌شود. با تغییر فشار مقدار انتقال حرارت و در نتیجه دمای مقاومت تغییر می‌کند. تغییر دما منجر به تغییر مقاومت الکتریکی می‌شود و ولتاژ اندازه‌گیری شده نیز تغییر می‌کند. پس ولتاژ اندازه‌گیری شده متناسب با فشار است. دقت و حساسیت وسایل اندازه‌گیری از جمله فشارسنج‌ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد و باید مجدداً تنظیم شوند. این تنظیم را کالیبراسیون می‌نامند. روش تنظیم فشارسنج‌ها به نوع فشارسنج بستگی دارد. متداول‌ترین روش تنظیم فشارسنج‌ها روش بارمرده است. در روش یک بزنه با جرم معلوم را بر روی یک پیستون که در داخل یک سیلندر قرار دارد می‌گذارند. در داخل سیلندر یک سیال هیدرولیک موجود است که توسط لوله از انتهای سیلندر با فشارسنج ارتباط دارد. فشار داخل سیلندر برابر با جرم وزنه ضرب در شتاب جاذبه تقسیم بر سطح مخ سیلندر است. اگر فشارسنج مقدار صحیح را نشان بدهد کالیبر است و در غیر این صورت باید تنظیم شود.